در شهر یکاترینبورگ فدراسیای روسیه بخشیده به 30 سالگی بوکسی کسبی بوکسینگ پروموشنز مسابقه سطحی بین المللی دایر گردید. در چرابینی مذکور ورزشکاران از 9 کشور اشتراک داشتند. تاجیکستان را در مسابقه مذکور مجزن معروف کشور اسرار واحدوف نمایندگی نمود. مجزن معروف توجیک اسرار واحدوف با همتای خویش ورزشگر فدراسیای روسیه مراد رمضانوف که تربیت دیده اکادمی یکاربای شرقی فدراسیای روسیه میباشد بر این برآمد. موربای ورزشگران در دوره رقابت‌های 6 رانده در شهر یکاترینبورگ فدراسیای روسیه صورت گرفت. از آغاز رقابت معلوم بود که اسرار واحدوف با این دور با تیاری جدی آمده است. در راند دوم اسرار واحدوف ورزشگر روسیه مراد رمضانوف را 2 نوبت به نکاوت روان نمود. همین بود که رقیب به حمله‌های پای در پای ورزشگر تاجیک تاب نآورد و در راند دوم از ادامه رقابت دست کشید. اسرار واحدوف بعد تنفسی 2 ساله همکنون اندر میدان کسبی گردید و در این دایره مرتبه 4 به پیروزی دست یافت. با جز این موصوف یک دفعه قهرمانی جهان میانی نورسان گردیده طبق فرضیه فدراسیای بوکس بین المللی مقام بهترین مجزن و میانی نورسان مول حلول خود کرده است. همچنین اسرار تا مرحله چهارک نهایی اونیورسیادای تابستانه قزان را یافته در بازی‌های آسیایی و جام جهان نیز تاجیکستان را معرفی کرده است. با همین ترتیب اسرار واحدوف در میدان کسبی شکست ناپذیر باقی ماند. در رقابت مرکزی این مسابقه محمد یعقوبوف زاده شهر اصفهان ولایت سوخ که این زمان در فدراسیای روسیه تمرین و زندگی میکند در رقابت 8 رانده با ورزشگر فیلیپین جان گیمیو بر رینگ برآمد. هیچ کس انتظار نداشت که جان گیمیو در راند دوم به نکاوت میرود، اما همین طور شد. محمد یعقوبوف در راند دوم با ضربه‌های پای در پای خود توانست رقیب سرسخت خویش را به نکاوت روان نماید. این پیروزی برای محمد یعقوبوف 14مین در بوکس کسبی به حساب می رود. او در این زمینه بار هم با شکست روبرو نگردیده است. یعقوبوف پس از دیدار با سوالهای خبرنگاران چنین پاسخ داد: رقابت از روی نقشه گذشت. من برای این دیدار بیش از 4 ماه آمادگی دیدم و پیروز شدم. با همه مخلصان و نفرانی که مرا دستگیری نمودند مننتداری بیان میکنم.